نقار خونه که قدیمی ها برای ما تعریف کردن و تاریخچه از بیش از 500 سال قدمت داره. 500 سال؟ 500 سال. و بیشتر برای چی بوده؟ یعنی برای چی این نوار رو توی حرم از 500 سال پیش کار کردن؟ در قدیم نقار خونه رو برای خبر رسانه یا مثلا سلاطین می‌زدن. خب بعد از ظهور اسلام در ایران ربط شدن به طلوع آفتاب، غروب آفتاب و اعیاد، یعنی زمانها رو مشخص کردن. چون اون زمان ساعت نبوده، رادیو نبوده، مثلا اطلاع رسانی بوده برای مردم. بعد در نقارخانه اطلاع رسانی می‌کرده که الان صبح، ظهر، الان غروب، فقط طلوع آفتاب، غروب آفتاب نواخته میشه. 20 دقیقه قبل از طلوع، 20 دقیقه قبل از غروب. الان و در اعیاد باز بعد نماز مغرب و عشا باز دوباره نقاره به خاطر مردم بدونن عیده، مثلا تولد حضرت رضا، عید قدیر، اینا بعد از باز نماز یه نوبت دیگه زده میشه. اون وقت چند نفر دارین این کار رو انجام میدید؟ با هم دیگه هماهنگ هستین؟ در حال حاضر 13 نفر هستیم. 5 نفر تبربالن، 8 نفر کرنازن. سر دست اینا همه میشه سرنواز. خب بنده حقیر به عهده دارم. درود بر رو به بزرگی حضرت میدمه، میگه سلطان دنیا و عقبا علی موسی رضا. جواب میدن قریب رضا، قریب رضا، قریب رضا. پس نوازا اون 7 نفر دیگه. بله. یعنی در از 3 دست نقار خونه است. 3 بعد کرنا میزنن. دست دوم میگه مولا 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 علی موسی رضا. باز پس نوازا جواب میدن امام رضا، امام رضا، امام رضا. میگه دور دوران امام رضاست، ای داد رس بیچارگان، ای داد رس درماندگان. بقیه دیگه جواب میدن فریاد رس، فریاد رس، فریاد رس.